قسمت شرقی جمهوری در ولایات مختلف روستای بدخشان در منطقه شمال برای رفتنگی‌های بین‌المللی نشانده بلوک خروج مرغاب کلمه در کیلومتر 630 تا 640 و مسافه 4 کیلومتر را زیر آب مانده و پول نیست در این موضع کارمشروعی گردیده بود. بر اثر این حرکت وسیله نقلیات بین‌المللی که از جنوب جمهوری مردمی خطای و جمهوری تاجیکستان با پای نیاز مردم رو انتقال می‌دادن موقتا قطع گردیده بود و با کوشش سعی تلاشی مسئولین وزارت مخصوص بواسطه وزیر نقلیات نجات‌زاده شیروی رحمان که از همون زمان تا حاضر همون موضوع قرار دارد روی الترناتیوی یعنی توسط خروج پوشین دستور واسطه اخبار خاموشی فعال گردانده شد. تمام نشانده‌های تکنیکی را که جوابگوی تلفات‌های بی‌خطری در حرکت در راه برای واسطه نقلیات گران‌وزن نبودند، آنها در یک مدت کوتاه و حالت استفاده‌بری وارد شدند و گردش‌های تمام وسیع کرده شدند. شیوه‌های سلامت بودند آنها تحت انبار کرده شدند و در نهایت کار اون وسیله نقلیاتی که در موقع وسیله نقلیات بین‌المللی را در نظر دارند شماره‌شان نزدیک 250 عدد جمع شده بودند. با واسطه این راه قسماً و مکان تعییناتشان انتقال داده شدند، یعنی حرکت کرده و نیروی پایتخت و دیگر مناطق جمهوری که برای تعیینات داخلی را می‌آوردند حرکت نمودند. این زمان باشد کارهای برقرارسازی در راهی که قبلا ذکر کردیم قسمتی از آفت طبیعی ضرر دیده کارهای برقرارسازی ادامه دارند تحت روبری واسطه محترم وزیر حاضر که در عرفه انجام‌گیری هستند از 3,000 متری که این باید که به نقشه گرفته شده بود برای شدن که برقرار کردن قطعه خراب گشته را 80% رو برقرار شده است و بسیار نزدیک رقابت می‌داد شده می‌شود برقرار حرکت و این سم برقرار کنده می‌شود. تو این زمان البته تاثیر خود و این آفت طبیعی برای رشد و نقل سرعی هم نقل بین‌المللی رسوند یه تاثیر نگذاشت چون که شماره وسیله نقلیاتی که از سمت جنوبی خطای تاجیکستان وارد می‌شدند و مناطق پهن شدند. این روزها از 11 تا 20 عدد وسیله نقلیات از طرق الترناتیوی خروج پوشین دستور و سمت مرکز دیگر ناوی مملکت حرکت می‌کنند. بیشتر نزدیک 80 تا 100 عدد وسیله نقلیات هم می‌آمدند. البته از طرف دیگر بحران اقتصادی که در تمام جهان فراموش هم تاثیر خود رسانه‌ای بود برای کم شدن گردش نور محصولات بین مردم خطه و عموما در تمام مسائل بین‌الخلیجی این روند تاثیر درست اختیار رسانه‌ای بود. من در نظر دارم بحران اقتصادی از جنوب قرقیزستان ما با جمهوری همسایه قرقیزستان بعضی مشکلات وجود دارد از سببی که بازارهای قرمق در شرق مملکت موجود شده است مقام دو جانبه را دارد یعنی بین خلقی سلیمان می شود. اکثر بارهایی که از دولت سیون توسط قرقیزستان مردم‌های روی کرده می شوند توسط این ضربه برای انتقال دادنشان داده نمی شود. اجازتی جمهوری قرقیز در این سهم نیست. این بر سبب دو جانبه بودن مقام این ضربه هرچند ما کوشش‌های زیاد در باره مفهوم بین‌الخلیجی بخشیدن با این ضربه کرده باشیم چی در دوره گفت‌وشنوی جانبه چی در دوره تشکیل‌های بین‌الخلیجی از جمله در ملت سر است یکی یکان طوری نتیجه دلخور ما
در پای وفات طبیعی ما نیت داشتیم که این مسئله را توسط قلمرو جمهوری کردستان عملی کنیم و روزهای 20-21 سفارت نمایندگان سفارت جمهوری کردستان را دعوت نمودیم در سن وزارت در صحبت کلی هم برگشتیم و من جواب رو روزگی اختیار بودم که ما البته همکاری میکنیم و کوشش میکنیم که مسئله شما یا مشکل شما رو رفع کنیم، لیکن با وجود اینکه ما توسط راههای دیپلماتیک و حکومت جمهوری کردستان مراجعه کردیم، مسئله در طور پرو حل شده نیست و تا زمانی که اکثر تعداد مایان رشته نقلی در مروه جمع شده و نظر برام رشته نقلی در مخاطب توسط این رخ روی خورش بشیم اسکول انتقال داده نشده، اکثر رشته نقلیتی که نیتی که مقصدی توسط قلمرو کردستان و جمهوری ورود شدن رو کردن، من بیشتر قلمرو میکنم وظیفه روحی وزارت روحی قزل‌ارض و توسط سریتاش رو و وزارت خرمی فرماندن مادن این وظیفه جمعیت آوری شنبه خرمی سرحد جمهوری کردستان، لیکن این همه کوشش‌ها و همه مقصدهای انتقال دهندگان وطنی ما از خارجی نمی‌تونن نماند در برابر انتقال دهندگان وطنی در منطقه مروه می‌تونیم انتقال دهندگان جمهوری مردمی خطور نیست برای تعداد محض زیاده از 80 رشته نقلی را تشکیل داده که نیروهای مروه رو نیاز مردم رو و جمهوری ما ورود کرده شد. اما از جمهوری کردستان نیروهای زیادی معمولی و فیزیکی ایجاد میشن و این هم همش سر اون بود که وزارت‌های تجربه است مفهوم منافع ندارد و ما از اون هیچ بودن گذشته نمی‌کنیم. پیشتر یعنی توسط قرقیزستان انتقال داده میشد. قبلا از روی اون که ما جمهوری همسایه رو باید در دیگر فهمی این کار قسمان هم باشد اگر حالی خود را گفتگی بکنه که عملی میشه. بعد که بعضی مسئله شرشمی باید بوده، بعضی مسئله دوره سوالی رو در بر میگیم ما در عمل سوالی میگفته دیگه بس بسر بودن میشه همینو روی شدن که این مسئله اگر مشکلتر شود مشکلی زودتر شود نمونه عملی سوختن مقام منافی بین‌المللی در توسط قلمرو کردستان شد. رشته نقلی که از دیگر مناطق از شرق دور که از دیگر مناطق سعودی که شوروی مشترک منافع وارد میشوند در مناطق افغانستان با همین کاریگر و همین گزارگاه می‌گیرن از گلستان می‌گیرن که کار بلوچستان وارد جنوبی تاجیکستان میشوند، از تاجیکستان اومده بلوچستان وارد میشوند و از اسپاره کجا میشوند هیچ خیلی گفتیم مسافه زودتر تشکیل می‌دهد. اصلا این گزارگاه برای دیگر از قسمت‌های دیگری خارج کشور در جمهوری وارد شدن مسئولیت نکنند، لیکن از طرف جمهوری خطر برای ما وارد شدن گذشته قرمی را رو با پویان رفته به شمال از شرق به شمال رفته خودتون ببینید که چقدر مسافه تشکیل می‌دهد. مشکل اصلا در همین جا است، یعنی از جمهوری خطر ما تمام می‌توانیم با واسطه کلما از جمهوری تاجیکستان شد درباره کلما که مسافت خیلی دور. ما خودم که از جمهوری خطر و جمهوری توسط قلمرو کردستان و جمهوری کل معاصر وارد کنیم تمام با واسطه گزارگاه کردستان می‌کنیم. این موضوع گفتشونیتون میشود؟ چیزی که قبلا گفته بودم که ما گزارگاه قلمی مفهوم بین‌الخطی رو دادم کوشش برمی‌داریم که درباره شورنامه ترانزیتی که هست خطای قزاقستان، قرقیزستان و
آسیا پاکستان باشه خطای قزاقستان کردستان پاکستان همراه شدنی هستیم با شما ما رسول ششم هفتم تا نهم سپتامبر در شهر دوچی جلوی معلوم خطای از سمینار باید با این مسئله راجع می‌آید ما جلوی داشتن ما 60 شده هستم ما کوشش می‌کنیم نیت هم روی مسئله نامی است که صحبت‌های بزرگان با جلوی کردستان علما جلوی کردستان کنند و نوبت حل این مشکلات بازی کرد تا اندازه رسیدگی کنیم. یک نکته مهم رو قید کردن ضرور است که سر کرده از 14 آگوست سال جاری جمهوری کردستان اعضای کمیته طور ملکی برمی‌آید و منظر داشت که این حالانکه از همون سنه سر کرده در نقطه یکیشتم صحابی یکیشتم که از جمهوری مردمی خطوش و در ساحه جمهوری مردمی خطوی و جمهوری کردستان واقع است نمایندگان قزاقستان و روسیه استودان فعالیت میکنند که دیگر نوع محصولاتی که از جمهوری دولت‌های غیر اعضای اتحادیه اروپایی می‌آیند برای گذاشتن و ساحه اتحادیه دولت‌های اتحادیه اروپایی اجازه بدن نمی‌شود. این باعث ما شد که در سمتی که ما بیشتر امید برام داشتیم که در اینجا از کمی انگشت رسیدگی می‌کنیم حرکت به انتقال معنوی رو با توسط فرمانده کردستان مرام نمی‌کنیم و که روز نمونه دیگری جور شد.